با مقصد قدرشناسی اشتراکچیان برطرف کنی عاقبت‌های صدمه نیروگاه برقی اتمی چرنوبیل در باغ غلبه شهر خوجند مراسم گلگذاری برگزار گردید. در رفت چاره‌بینی رئیس تشکیلات جمعیتی اتفاق چرنوبیل ولایت سوخت شهر خوجند و اشتراکچیان برطرف کنی صدمه اشتراک و سخنرانی نمودند. مورد به ذکر است که در ولایت تشکیلات جمعیتی اتفاق چرنوبیل عمل می‌کند که این تشکیلات جمعیتی همه اشتراکچیان چرنوبیل را از شهر و نواحی ولایت سرجم می‌کند. البته این دستگیری غمخوری همین دستگیری پیشوی معظم ملت محترم امام علی رحمان میباشد که ما همیشه هر سال سرجم نموده پاسداشتی خاطری که آنها با یاد میاریم. چنان اطلاع داده شد از ولایت سوخت برای برطرف سازی عاقبت‌های صدمه 1100 نفر اشتراک نمودند. سابقه داران صدمه چرنوبیل در برطرف سازی عاقبت‌های صدمه سهم ارزنده گذاشتند. از شهر خوجند 120 نفر جوان پسران که برای برطرف نمودن سفربر کرده شدند که حالا هر سال از طرف رهبر دولتمان، رئیس ولایت، رئیس شهرمان همیشه دستگیری ما می باشند. ذکر یافت که خدمت‌های اشتراکچیان سابقه داران برطرف کنی عاقبت‌های چرنوبیل در مرکز توجه دولت و حکومت و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت قرار دارد. من همچون اشتراکچی بی‌واسطه صدمه در این نیروگاه مینداری خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان بیان میکنم. تا جان در بدن داریم، وطن خود را دوست می‌داریم. در ادامه به یک گروه مبلغ و به همه اشتراکچیان تحفه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند تقدیم کرده شد.